آدمان از دوستی یابند بخت، دشمنی آرد به مردم روزی سخت. درود بینندگان عزیز تلویزیون علم و طبیعت. موضوعی که امروز در برنامه صحبت روز مطرح می شود تلاش‌های صلح‌جویانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان است. در برنامه ما حضور دارند معاون رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه شاهزاد رحیمزاده و معاون دیرکتوری اینستیتوت آسیا و اروپای اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان دانیار سنگینزاده. شما را خوش آمدید میگیم. رهبر دولت ما پیوسته به خاطر امنیت و ثبات و صلح نه تنها تاجیکستان بلکه منطقه و جهان تلاش میکنند و شما تلاش‌های صلح‌جویانه رهبر دولت را چگونه شرح میدید؟ تشکر زیاد. واقعا در یکی از نوشته‌هایشان بیان کرده بودند پیشوای ملت که رشدی همه ساحه‌های خواجگی خلق از صلح و ثبات و وحدت ملی وابستگی دارد و این گفتار پیشوای ملت زمینه‌های واقعی خود را دارد، چون که نفری می باشند که در طول 34 سال استقلالیت دولتی تاجیکستان را که در یک فضای نزاع، محاربه ها، کشمکشی ها قرار داشت، با سخنرانی خود، با عملهای خود و با هدایت های رهبری خود توانستند به یک کشور صلح آفر، وحدت سرا و یک کشوری در سطح بین المللی تشبثکار معرفی سازند. اگر امروز ما به تاریخ رهبری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نظر افکنیم، صلح آفری پیشوای ملت را به دو قسمت جدا می نماییم. قسمت اول صلح داخلی و قسمت دوم صلح بین المللی است. صلح داخلی از اجلاسیه 16 شورای عالی آغاز می گردد که در آنجا محترم امامعلی رحمان همچون رئیس شورای عالی و یک وقته پرزیدنت کشور انتخاب کردند و توانستند که با هدایت های درست، متحد کننده، آینده بینانه مردم تاجیک را در دولتداری ملی به مرکز دوستی و مرکز وحدت سرایی تبدیل دهند و سال 1997 سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی بسته شد و تاجیکستان با رهبری پیشوای ملت همچون دولت تنج و آرام و آسوده شناخته شد و خلق تاجیکستان کل این دستاوردها را به نوبت گرفته محترم امامعلی رحمان پیشوای ملت را سال 2016 در زمینه قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت همچون راهنمای ملت، همچون پیشوای معظم ملت قبول نمودند و این قانون کنستیتوسیونی کلی دستاوردهای پیشوای ملت را در سطح ملی افاده نمود. و قسمت دوم آن است که واقعا پیشوای ملت نفر شخصیت رهبر می باشند که تنها برای صلح تاجیکان نه بلکه برای صلح جهان کوشش و غیرت ها دارند. از جمله تشبث نوبتی پیشوای ملت در سازمان ملل متحد عاید به قبول گردیدن قطعنامه تحکیم 10 ساله صلح برای نسل‌های آینده اثبات این گفته ها می باشد. واقعا میخوایم دیدگاه و نظر محترم رحیمزاده را هم در این مورد بشنویم که چی نظر دارد. تشکر زیاد. صلح تاجیکستان نمونه عالی عبرت برای تمام همون کشورهایی که امروز مکتب صلح آفرینی پیشوای معظم ملت را می‌آموزند زمینه سازگار را گذاشت. زیرا صلح تاجیکستان در دوره با این ظاهر است که ملت در حالت پراکندگی و کشور در حالت نابودی قرار داشت. یعنی کشور ما را جنگ تعاملی شونده با قوای بدقوانان ملت فرا گرفتگی بود و اجلاسیه تاریخی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان یگانه امید مردم شریف تاجیکستان به خاطر آینده کشور بود و در این اجلاسیه ابرمرد عرصه سیاست جهانی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به حیث رئیس شورا انتخاب گردند و در یک وقت زمام راهبری دولت را به دوش گرفتند.
تشکر. واقعا درست اشاره کردید که رهبر دولت از زمان ابتدا، از زمانی که نخستین بار به مسند رهبری نشستند، تلاششان پیوسته به خاطر صلح سرتاسری تاجیکستان و همزمان من بعد تلاش کردند که در جهان هم حتی صلح باشد. اما اینجا برای اکثریت معماست که اینقدر شکوه، اینقدر جلال، اینقدر غیرت، اینقدر توانمندی را یک انسان چگونه میتواند که در جوهر خود پرورش دهد؟ این مگر معما نیست برای شما؟ برای هر یک ملت در 100 ساله ها، شاید 1000 ساله ها، یک مراتب امکان فراهم می آورد که شخصیت ناتکرار، بی‌نظیر، حمایه کننده منفعت های ملی، دور بوده از منفعت های شخصی، آماده دادن جان خود برای هر یک شهروند یا ملت خود پیدا شود. و برای ما تاجیکان بعد از پاش خوردن اتفاق جمهوری شوروی سوسیالیستی، این امکانیت در شخصیت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان روی کار آمد و خلق تاجیک از زمانی که لحظه های اولین برآمد پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را در دوسیه 16 شنیدند، در ضمیر خود احساس پیدا نمودند که واقعا شخصیت را خداوند برای ملت تاجیک فراهم آورد که همه نزاعها را برطرف می سازد، متحدی را می آورد، رشد و نموی دولت را تأمین می کند. امروز اکثریت عالمان به آن عقیده طرفداری می کنند که برای پیشوای ملت شدن یک قطار کارها را باید شخص به سامان رساند. اولا پراکندگی را در دولت برطرف سازد، مردمان را تواند متحد نماید، منفعت های شخصی خود را برطرف کند و منفعت های عمومی را در مد اول قرار دهد و در همه حالت ها کوشش ها به خرج دهد که همین سرحد، همین کشور و همین خلق آسوده و رشد کننده باشد. و همین خصوصیت ها را ما و شما در سیمای پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان می‌بینیم، چون که سیمای زیبا، سیمای آریایی، عملی گفتاری به عمل مطابق و در همه حالت آماده بودن برای دستگیری نمودن خلق خود و رشد بخشیدن همه ساحه‌های خواجگی خلق دلیل گفته ها است. یکی از عامل‌های بسیار هم مهمه که در امروز سیما و سرشت پیشوای معظم ملت هر یک مردمی به آر و ناموس ملت تاجیک خصوصا جامعه جهانی دریافتند، این شخصیت تحمل پذیر بودن پیشوای معظم ملت است، راست قلب و قوی اراده بودن آن است. ما اگر در طول سالهای صاحب استقلالی اگر نظر افکنیم و شاهد صحبت‌های زیادی پیشوای معظم ملت با فعالان داخلی کشور و همون یادداشت‌های تفاهمی که بین کشورهای جهان بسته می‌شود می‌گردیم. آن سخن‌های تاریخی و طلایی که پیشوای معظم ملت در طول سالهای صاحب استقلالی به مردم شریف کشورمان گفته گذاشتند، چه در سالهای وزین و چه در سالهای رشد دولت‌داری ملیمان اگر نظر افکنیم، یگان سخن پیشوای معظم ملت به جا نمود. اساس موفقیت پیشوای معظم ملت این همون راست قولی است، قوی ارادگی است و عملی کردن آن گفته هایی که هنگام صحبت با مردم روبرو می شود. دیگر مسئله ای که بسیار مهم است از خودگذشتن های پیشوای معظم ملت است. جناب عالی توانستند که آن خصلت های بی‌نظیر خود را که برای مردم خودش هدیه کردند، امروز جامعه جهانی را از آن نیز برخوردار گرداند و این با آب تازه تامین کردن جامعه جهانی، پیشگیری و اعلان 12 ساله بین المللی آب برای حیات، آب برای رشد استوار و مسئله حفظ پریخ‌ها یکی از مسائل مهمی برای حیات من بعده مردمی سیاره است که با آب تازه تامین نمودن آنها اساس کلیدی حساب می شود. و دیگر آن چیزی که بسیار مهم ارزیابی می گردد این صلح برای همه.
بسیار اشاره های خوب کردید. در حقیقت تلاش های پیشوای ملت در سمت برقراری صلح نه تنها در جمهوری تاجیکستان بلکه در منطقه و جهان واقعا شایسته تحسین است، زیرا این ابرمرد دنیای سیاست طوری که گفتید از خود گذشتند، تلاش کردند که همین یک ملت، همین یک دولتی که در حال قریب که نیست شوی بود، با همون اراده و عزم بسیار بلند انسانی خود این همه را برهم زدند و واقعا امروز باعث افتخار هر یک ما است که ما در یک دولت قرار داریم، اگرچه از لحاظ جغرافی خیلی خرد است ولی با سیمای واقعا شایسته و بایسته این مرد دنیای سیاست امروز ما افتخار داریم و در بین 193 دولت دنیا همچون کشور تشبثکار و صاحب استقلال و صلح و وحدت ملی شناخته می شویم. اینجا اشاره کردیم در مسئله که رهبر دولت در همون یک وضعیت بسیار مرکبه که هم در این وظیفه کار کردن مشکل بود، هم چنین سخنان را به زبان آوردن که ایشان در همون ابتدا گفتن که من برای شما صلح میارم و واقعا زیر همین شعار رهبر دولت تلاش کردند و این نعمت بی‌بها را برای ما ارزانی داشتند. شما این جسارت رهبر دولت را چگونه توضیح میدید که در همون وضعیتی که واقعا گفتن این گونه حرفا و افاده ها سخت بود، در حقیقت باور هیچ کس نبود، ولی این چی احساس بود، چی یک نیروی بود که رهبر دولت رو وادار کرد این لفظ رو به زبان بیارد و بگوید که من برای شما صلح میارم و آوردن در حقیقت؟ هر نفری که نوارهای ازدواجی 16 را تماشا میکند در حیرت میماند که چگونه یک نفر جوان 40 ساله وقتی که به حیث رهبری دولت رئیس شورا انتخاب میشد چنین سخنها را با جسارت، با دلیری، با وقار بیان میسازد و هنگام آموزش تجربه دولتداری در مقایسه با این نوار به یک خلاصه آمدن ممکن است. جوانی 40 ساله که منفیت‌های ملی، هویت ملی در ضمیر او استوار بودند. جوانی 40 ساله که برای خلق خود آماده بودند که قطره آخرین شریان خون خود را بخشند و همین ملت را از حالت ناگوار برآورند. یعنی این لحظه ها به اندیشه من دارای یک قطار خصوصیت ها می باشند. اولا آن که خود پیشوای ملت تا به حیث رئیس شورای عالی انتخاب شدنشان نفری علاقه در عرصه سیاست تشکل یافته بودند، از نگاه هویت ملی آماده بودند و برای ملت خود قوه خود را آماده صرف کردن بودند، چون که احساس نمودند که این ملتی که اینقدر تاریخ طولانی دارد، فرهنگی بی‌نظیر دارد، عالم شمول است، میتواند از بین رود. اگر امروز از نگاه تاریخی ما تحلیل کنیم، از دولت سامانیان تا تاجیکستان حصه معین حدود دولت باقی مانده است و در اون لحظه ها که شخصیتی از نگاه تاریخی برخوردار از غناوت ملت بودند، این اندیشه بر سرشان جای شد که لحظه هایی است که دیگر ترس، هراس از بین برداشته شوند، لحظه هایی است که متحدی و غرور باید پیش گرفته شود و این دولت نگاه داشته شود. قسمت دوم آن است که خود پیشوای ملت چنان سخنرانی کردند که اولا اعتماد به سخن خودشان جای داشت و مردم این را احساس کردند. هر نفری که سخن میکند و این سخنرانی واقعیت مقصد و مرام آن را افاده میکند، از جانب دیگران خوب قبول کرده می شود و این جسارت و این واقعیت سخنرانی باعث آن گردید که ملت تاجیک به این نفر باوری حاصل کرد. و سوم، پیشوای ملت شخصیت راست قول، قوی اراده و حمایت کننده این منفیت های ملت می باشند. در اون لحظه ها افاده کردن چنین گفتار که من به شما صلح میارم، آینده بینی پیشوای ملت را افاده می کند. یعنی
به خود باور داشتن، به اعتماد مردم تاجیک باوری داشتن و با آینده درخشان تاجیکستان الکی از همون لحظه ها باوری حاصل نموده بودند و در مجموع کل این خصوصیت ها باعث گردید که با رهبری پیشوای ملت ما به روزهای نیک رسیدیم. همسایگی نیک دائما شعار مردم شریف تاجیکستان تحت حمایت و غمخوری پیشوای معظم ملت و راهنمایی‌های پیشوای معظم ملت برای مردم شعار گردیده است و در اصل طوری که در اینجا گفته شد در واقع حل نمودن مسئله‌های مرزی در دایره دیپلماتیای بزرگ سیاسی از جانب سران دولت‌ها این بی‌شبهه باعث افتخار کل مردم‌های این کشورهای بسیار هم دوست و برادر و در مجموع مکتبی را می‌ماند برای آموزش دیگر کشورهای جهان. یک رویداد مهم دیگر را در عرفه جشن نوروز بین‌المللی شاهد گردیدیم. این از یک نقطه نظر اگر با سرچشمه‌های تاریخی نظر افکنیم، همون مفهوم‌هایی که نوروز ما را در سازمان ملل متحد بار دیگر همچون جشن فرخنده خاص به ملت تاجیک که در آن دارای دوستی، رفاقت، همدیگر فهمی، همدلی، مخصوصا دارای عادت‌های بسیار هم مهمی خصلت‌های نکوی انسان جای داشت، یک بار دیگر معنی داد نمود. یعنی که به امضا رسیدن اعلامیه دوستی ابدی تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان که اعلامیه خوجند نام گرفت، بار دیگر باعث همون افتخار بزرگ تاجیکان و مورد آموزش قرار گرفتن به امضا رساندن سندهای بین‌المللی از جانب تاجیکستان در هم‌مرزی با کشورهای همسایه خود از جانب جامعه جهان گردید. در حقیقت تلاش‌های رهبر دولت در سمت صلح‌خواهی به اندازه زیاد است و ببینید که امروز همین مکتب صلح پروری پیشوای ملت به یک مکتب خاصه تبدیل شده است و امروز اکثر کشورها به مشاهده میرسد که از همین مکتب ما تجربه میگیرند، در دولتداری خود تطبیق میکنند و شما آینده این مکتب را چگونه میبینید و چگونه شرح میدید؟ پیشوای ملت همچون رهبر سیاسی پرزیدنت کشور توانستند که در مهلت کوتاه یک مکتبی را سازمان دهند که در جهان نمونه ندارد و آن را ما امروز همچون مکتب دولتداری یا مکتب دیپلماتی پیشوای ملت محترم امالی رحمان می حسابیم. اکثریت علمانی که در این سمت‌ها کار و فعالیت می نمایند در مقاله های خود، در مونوگرافیا های خود و امروز خرسند از آن هستیم که در کل مؤسسات تحصیلات عالی کسبی کورس های مخصوصی نقش پیشوای ملت در این یا آن سمت آموخته می شود. مکتب دولتداری پیشوای ملت همچون مرکزهای مخصوص در دانشگاه و در مؤسسه های علمی از جمله در اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان تأسیس داده شده است و از تاریخ راهبری پیشوای ملت، از عملهای خیر، از هدایت‌ها، از کلی دستاوردها در آنجا تعلیم داده می شود و این مکتب دولتداری دارای زمینه‌های استوار خود است. این زمینه‌های واقعی اداره کنی دولتی می باشند. از جمله بینید امروز درباره پیشوای ملت محترم امالی رحمان راهبریت دولت‌های ابرقدرت به مانند امریکا، روسیه، چین، سازمان ملل متحد و ده‌ها راهبران دولت‌های دیگر تنها مکتب را همچون مکتب نمونوی یا که صلح‌آفری نمونوی بیان می‌کنند و شخصیت محترم امالی رحمان را همچون شخصیت بی‌نظیر بین‌المللی در اداره کنی دولتی معرفی می‌سازند. مرحمت، نگاه شما به این موضوع چی است؟ دولت ما در پایه صلح و ثبات و استواری ساخته شد محض با تلاش و پیکارهای سازنده پیشوای معظم ملت و یگانه مکتب آموزشی برای نسل‌های آینده ما این مکتب دولتداری پیشوای معظم ملت محسوب می‌یابد و
طوری که بینید پیشوای معظم ملت در یکی از برآمدهای خودشان گفتند که تمام شرایط‌هایی که ما در کشور فراهم آوردیم محض به خاطر آینده درخشان تاجیکستان و تامین زندگی ارزنده و شایسته به مردم شریف کشور است و این شرایط‌ها خود به خود پیدا نشدند. این شرایط‌ها با زحمت و تلاش‌های پیگیرانه روی کار آمدند و به مردم پیشنهاد کردند برای استفاده و بر خاطر یک شرایط هدیه کردن به مردم زحمت‌ها پشت سر می‌کردند و ببینید که تمام تدبیرهایی که امروز در مملکت عملی شدند محض به خاطر آینده درخشان کشور و خاصه نسل نوراس و جوان مملکت محسوب می‌یابد. بنابراین مکتب دولتداری پیشوای معظم ملت مکتب آموزش رشد من بعد دولتداری محسوب می‌یابد که هر یک فرد با آر ناموس ملت باید از این مکتب بهره‌ور باشد. سلامت باشید. خب میگفتید که برای یک ملت و دولت صلح تا چه حد مهم بوده میتواند؟ اگر امروز ما کل دنیا را مورد تحلیل قرار دهیم، از نگاه تاریخی در 50 سال اخیر بیش از 100 نزاع‌ها و جنگ‌های به وجود آمده است که میلیون‌ها نفر حیات مردم را از بین برده است و در بین آنها زنها و کودکان نیز میباشند. امروز توسط تلویزیون ما و شما شاهدی آن هستیم که در منطقه‌های علیحده چگونه نزاع‌ها رفته ایستاده است، چگونه جنگ‌ها رفته ایستاده است و همین جنگ باعثی از دست دادن حقوق مقدس انسان، حقوق به حیات می‌گردد. و از نگاه حقوقی اگر تحلیل کنیم، در جایی که صلح و ثبات نیست، در جایی که وحدت و یکدیگر فهمی جای ندارد، هیچ یک حقوق انسان، حتی حقوق به حیات انسان حفظ کرده نمی شود و نبودن صلح نبودن حقوق انسان را در جامعه ifade می کند. امروز منطقه ها مبارزه با ثروت های زیرزمینی دارند، اما اندیشه ندارند که این مبارزه ها باعث از دست دادن جان شهروندان اون منطقه ها گشته ایستاده است. پس صلح زمینه اساسی حیات انسان، حمایه حقوقی و رشد و نمویش می باشد. در دولتی که صلح و ثبات نیست، در اون دولت آرامی جای ندارد، در اون دولت قانون عمل نمی کند، در اون دولت وضع اجتماعی مردم کاسته شده است. بینید یک مناقشه اولیوی که با وجود می آید باعث خسته شوی اعضای اوله در مهلت‌های طولانی می گردد و وقتی که مناقشه یا جنگ در دولتی با وجود می آید، پراکنده شوی اون دولت، از بین رفتن شرایط مساعد برای نگهداری حقوق انسان یا اینکه پیشرفت و آینده بینی درخشان رو از بین میبرد. صلح از این رو صلح است که ما حقوق خود را طلب میکنیم. صلح است که با آینده درخشان نظر نیک داریم. صلح است که در شرایط خوب برای فرزندان خود، برای اعضای عائله خود شرایط مهیا میسازیم و نقشه های دوربینانه سازنده داریم. بدون صلح در جامعه یگان مناسبت جای داشته نمیتواند و آینده بینی نیز از بین برداشته میشود. واقعا درست است. شما چی میگویید در این موضوع؟ کلید تمام موفقیت و رشد بیمیلان دولتداری از صلح و ثبات وابستگی دارد. برای همین هر یک انسان، هر یک فرد باید پیش از همه وقتی که خود را شهروند میداند باید دارای خصلت‌های بلند صلح آفرین باید باشد و به صلح، به داشتن همون همدلی یگان کس به موفقیت رسیده نمیتواند. زیرا تحلیل ها نشان دادن، سرچشمه های تاریخی نشان دادن که نبودن صلح در باعث همون خرابی های زیاد گردید، باعث نیست شدن دولت ها، باعث پراکنده شدن ملت ها، باعث کاسته شدن رشد اقتصادیات دولت ها و از همه مهم و در یک جای معین قرار گرفتن مردم گردید که آن مشکلات های زیادی را روی کار آورد.
یک جان تشکر. واقعا در مورد تلاش‌های صلح‌جویانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت اگر ساعت‌ها و روزها صحبت کنیم کم است، زیرا خدمت‌هایی که محترم راهبر دولت ما پیشوای معظم ملت برای پایداری جمهوری تاجیکستان وطن عزیز ما و ملت سربلند تاجیک در طول 34 سال استقرار دولتی کردند از دایره فهمیش‌های ما فراتر است و امروز مایه افتخار هر یک تاجیک و تاجیکستانی است که چنین یک راهبری داریم که امروز جهان آن را همچون لیدر سیاسی و همچون تشبثکار سطح جهانی میشناسند، میدانند. دوستان عزیز، در مهمانی برنامه صحبت روز بودند معاون رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه شاهزاد رحیمزاده و همزمان معاون دیرکتوری انستیتوت آسیا و اروپای اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان دانیار سنگینزاده. شما را بار دیگر خوش آمدید میگویم. تا صحبت‌های دیگر شاد و سربلند باشید.